سلام برابکس، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به کانال دلار پارتی. همستر کامبت امروز یه بخشی به رباتش اضافه کرد که سیستم پاداشدهی خودش رو مشخص کرده. وقتی که وارد قسمت ایردراپ بشیم، اینجا میبینیم که قسمت پوینت اضافه شده به بازی که من دونه دونه اینها رو واسهتون توضیح میدم. فقط قبلش یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. خب بخش اول بهتون میگه که پرافیت خودتون رو ببرید بالا. تا جایی که میتونید پرافیت خودتون رو ببرید بالا که یکی از بخش‌هایی هستش که داخل سیستم پاداشدهی تاثیرگذار هستش. بخش بعدی قسمت تسک ها هستش که بخش هایی که داخل این قسمت میان، ویدیوهای یوتیوب، جایزه روزانه خودش و این بخش های دیگری که داره. بخش بعدی فرندز ها هستن، دوستانی که شما به بازی دعوت کردید. هر چقدر بیشتر باشه شما شانستون داخل گرفتن ایردراپ بیشتر خواهد. بخش بعدی اچیومنت هستش یا دستاوردها که از این قسمت شما میتونید ببینید دستاوردهای خودتون رو. یه توضیح هم بدم داخل بخش دستاوردها. کارت هایی که شما لیول اپ کردید، چند تا کارت لیول اپ کردید داخل این بخش هستش. کارت هایی که تا لول 15 بردید بالا، کارت هایی که تا لول 25 بردید و بیشترین مقدار سکه‌ای که داخل بازی جمع کردید رو اینجا میتونید ببینید. دوستانی که به بازی دعوت کردید، اسکین هایی که خریدید، شخصیت هایی که داخل بازی خریدید. از همین قسمت خرید اسکین یه سری اسکین ها هستش. بخش بعدی پرافیتتون هستش که چقدر پرافیت داشتید حد اکثر. بخش بعدیش تماشای ویدیوهای یوتیوبشه که داخل این قسمت بهش اشاره کردم و بعدیش هم کانال تلگرامشونه که چند روز از وضعیت داخل کانال تلگرامشون میگذره. خب این بود از بخش اچیومنت یا دستاوردها. حالا بحث بعدی کانال تلگرامشونه، همون عضویتی که شما داخل کانال های تلگرامیشون داشتید، روزهایی که داخل کانال تلگرامشون عضو بودید و از این موارد. بحث بعدی کلیدها هستن که شما میتونید با منی گیمی که داره کلید دریافت بکنید یا از بخش پلیگراند این بازی ها رو انجام بدید. یه ویدیو ساختم که لینکش اون بالا براتون میذارم که میتونید خیلی راحت بدون بازی کردن کدهای کلید رو به دست بیارید. و حالا سیستم پاداشدهی دقیقاً به چه صورتی هستش اینه که شما بر اساس مقدار چیزی که اینجا هست میتونید اینها رو تبدیل کنید به حالا همستر پوینت، ایردراپ پوینت و پوینتی که حالا خودش از این قسمت داره بهتون میگه. کلیت داستان این بخش همین بود و آره دیگه، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.